سلام، خوش اومد به یه ویدیوی آموزشی دیگه. امروز میخوایم که یاد بدیم که چجوری پابجی موبایل رو روی گیم لوپ چینی نصب بکنیم. ما اولین کاری که میخوایم باید انجام بدیم اینه که فایل پابجی موبایل رو از داخل اینترنت دانلود کنیم. یعنی که سرچ کنیم دانلود پابجی موبایل رو دانلود میکنیم، بعد فایلش رو میاریم اینجا داخل دسکتاپ میذاریم، چون ما به این فایل نیاز داریم برای نصب. یعنی از توی خود گیم لوب نمیشه نصبش کرد، بعد حتما فایلش رو از اینترنت جداگونه نصب کنیم. بعد از اینکه فایل پابجی موبایل رو از اینترنت نصب کردید، میریم داخل دیس پی سی، داخل دیتا دی. اینجا یه فایلی هست به اسم تمپ، اینو وارد میشیم، میریم روی TX گیم دانلود، روی موبایل گیم پی سی شرد، اینو میریم و اینجا داخل موبایل گیم پی سی شرد یه دونه کلیک راست میکنیم، نیو، یه دونه فولدر ایجاد میکنیم. حالا اسمشو هر چی میخواین بذارید، حالا ما اسمشو میذاریم پابجی. بعد که این فایل رو ایجاد کردیم، میایم و فایل پابجی موبایل رو که از اینترنت دانلود کردیم، آخرین ورژن هم باشه، آخرین ورژن پابجی موبایل دانلود میکنیم، یعنی که دانلود کردیم انتقال میدیم داخل این فایل، تو این فایلی که بهتون گفتم، و اینجا دیگه میبندیم، اینجا کار نداره. بعد از اینکه انتقال دادیم باید گیم لوپ رو باز کنیم. گیم لوپ هم آموزش نصب و بالا آوردنش رو داخل ویدیوی کالاف، آموزش نصب و کاش لگ کالاف گذاشتم. اونجا برید تیکه اول ویدیو رو ببینید، هم آموزش نصب گیم لوپ چینی هست، هم آموزش این که چجور کمتر لگ بخوریم هست. بعد وقتی که اون فایل رو انتقال دادیم، میایم و گیم لوپ چینی رو اجرا میکنیم. منتظر میمونیم تا گیم لوپ اجرا بشه. بعد از اجرا شدن گیم لوپ، ما اینجا که میایم داخل صفحه گیم لوپ، یه دونه F9 میزنیم تا اینجا ستینگ و مرورگر برامون باز بشه. داخل مرورگر میریم، اینجا میزنیم دانلود مایکت رو دانلود میکنیم. وقتی که مایکت رو دانلود کردیم، داخل اپ مایکت این برنامه رو باید دانلود کنیم. داخل اپ مایکت میریم و این برنامه رو دانلود میکنیم. میتونیم هم داخل مرورگر خود گیم لوپ سرچ کنی، دانلودش کنی. این اپی که اینجاست، این اپ رو دانلود میکنیم. بعد از دانلود و نصب وارد اپ میشیم. اینجا که وارد میشیم اینا رو بک میدیم، برمیگردیم به اولین صفحه. اینجا میگردیم و پوشه دیتا رو پیدا میکنیم، وارد پوشه دیتا میشیم. بعد از اینکه وارد پوشه دیتا شدیم، پایین میریم، یه پوشه داره به اسم شیر وان، اسم پوشه شیر وانه. وارد این پوشه میشیم و اون فایلی که ما اونجا انتقال داده بودیم به اسم پابجی هم گذاشته بودیمش که اینجا بتونیم پیداش کنیم. فایل برای ما تو این پوشه میاد، کلیک میکنیم و میبینیم اینجا فایل پابجی موبایل که انتقال دادیم، روش میزنیم و اینستال رو میزنیم و نصب میشه. حالا من چون نصبش کردم قبلا دیگه نیاز نیست نصبش کنم. بعد از اینکه نصبش کردیم، بک میدیم و وارد بازی میشیم. از اونجایی هم که
پابجی DNS میخواد و فیلتره. من خودم پیشنهادم راداره. با رادار وارد بازی بشید، خیلی پینگ بهتری میتونه بهتون بده با رادار وقتی وارد بازی میشید. بعدش که رادار روشن میکنیم و وارد بازی میشیم. خب بعد از اینکه وارد بازی شدید، ما اینجا میخوایم داخل بازی تنظیمات پابجی موبایل رو برای PC نشونتون بدیم. این تنظیمات رو من خودم حقیقتش چند جا رو گشتم و یه جورا میشه گفت بهترین تنظیماتی که دیگه میشه چید رو پیدا کردم. و به خاطر اینکه تایم ویدیو هم خیلی طولانی نشه، این تنظیمات رو من فقط با آرومی نشون میدم. اگر دوست داشتید بچینید و حرفی نمیزنم به خاطر که تایم ویدیو زیاد نشه. مرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید. من همه کامنت ها رو میخونم و پاسخ میدم. اگر مشکلی و چیزی داشتید داخل نصب بازی یا حالا توی تنظیم و سوال داشتید، کامنت کنید. من کامنت ها رو میخونم و پاسخ میدم تا جایی که بتونم. و در نهایت هم ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.